صفا مفندار سعدی کرای صفا توان یاب تو جز از فی مصطفی مفندار سعدی کرای صفا توان یاب تو جز از فی مصطفی خلافی پیمبر کسی را گزید خلافی پیمبر کسی را گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید که هرگز به منزل نخواهد رسید. درود شریف بخوانید. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ابتدای سوره نون یا سوره قلم به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله عزوجلال در ضمن این آیات پیام‌های زیاد دارد، اما در اینجا منظورم یک آیه مختصری هست که خداوند به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند انک لعلی خلق عظیم. خداوند از خلق رسول الله صحبت نموده است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما اسوه حسنه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اسوه بودن پیغمبر، مقتدا بودن پیغمبر، این که ما به اون اتباع بکنیم بهترین راهنمای ماست. اگر کسی از اون راه دور بشود به منزل نمی رسد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را خداوند متعال در کلام خودش با صفات بسیار زیبای ستوده و یادش کرده. سراج منیر به اون گفته، رحمت للعالمین گفته، رؤوف و رحیم گفته. اینا همه صفات والا و خوبی هستند که قرآن رسول الله را معرفی نموده. از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها صحابه سوال کردند شما همسر پیغمبر بودید، در خانه پیغمبر زندگی کردید و عمر پیغمبر با شما سپری شد و چندین سال در خانه شما بود، خلق رسول الله چه بود؟ حضرت عایشه صدیقه جواب دادند که هیچ مفسری نمیتواند اونطوری جواب را بدهد. و خلق القرآن، خلق رسول الله قرآن مجید هست. بزرگان در ضمن این جمله و این حدیث می‌فرمایند که این حدیث بیانگر این است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر چی که در قرآن هست اونا را
به بهترین وجه دانسته اولین مفسر قرآن رسول الله بوده، به بهترین طریق اونا را دانسته لتبینوا للناس، و هر چی که رسول الله در قرآن دانسته، آیات احکامی که در قرآن بودند، به همه اونا عمل کرده. رسول الله هم علم قرآن را داشته، هم پایبند به عمل قرآن بوده. خلق القرآن معنیش امین هست. در ضمن امین آیه که انک لعلی خلق عظیم به زبان فارسی در تفسیر عزیزی شعر نوشته: حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری. درباره پیغمبر: حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه همه خوبان دارن تو تنها داری. تکبیر! آنچه همه خوبان دارن تو تنها داری. و این تفسیر زیبایی که حضرت عایشه از این آیه نموده هست که امروز همه مفسرین اعم از آل سنت و آل تشیع امین تفسیر را در ضمن امین آیه انک لعلی خلق عظیم می نویسند که خلق القرآن، خلق رسول الله قرآن مجید بود. یعنی هر حکم از احکام، از تقوا و پرهیزگاری، از جود و سخاوت و از شجاعت، دلیری و شجاعت، هر چی که در قرآن آمده رسول الله به طور اتم و کامل اون را داشته است. لذا می‌فرماید خلق القرآن. و در ضمن امین آیه بعضی از بزرگان در تتمه کلام حضرت عایشه میگویند که گفتند چطوری خلقش قرآن هست؟ گفت شما ابتدای ابتدای سوره مؤمنون را بخوانید، قد افلح المؤمنون. هر صفاتی که در اون آیه ابتدای سوره مؤمنون آمده رسول الله اون صفات را دارا بوده. همه این صفات در وجود رسول الله بودند. و در ضمن امین آیه که انک لعلی خلق عظیم، علما گفتند که تفسیر این آیه 199 سوره اعراف هست: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اولین صفتی که خداوند به پیغمبر میگویند خذ العرف، خذ العفو و امر بالعرف، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. چیز عجیبی هست که در جنگ احد که دندان مبارک شهید شد، محاسن رسول الله پر از خون شد، سرش زخمی شد، 72 نفر از یاران رسول الله شهید شدند. شهسوار میدان رسول الله حضرت حمزه را شهید کردند، مسلحش کردند، شکمش را پاره کردند.
جگرش را بیرون آوردند. پیغمبر قسم خورد اگر من بر این کفار مردم مکه پیروز شدم 70 نفر چنین خواهم کرد. ما خداوند چه گفت در سوره آل عمران است که لیس لک من الامر شیء، تو هیچ اختیاری نداری، هرچی خدا بگوید، هرچی دستور خدا باشد، توی پیغمبر باید مطابق دستور خدا واتبع ما یوحی الیک لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. نه ظلم کردن اما تو اختیاری نداری. و الله ذوالجلال امین آیه را فرمودند که خذ العفو. گرچه سوره مکی هست اما آیه یا به عنوان استشهاد در تفسیر عزیزی نوشته که خداوند گفت خذ العفو، تو عفو را بگیر و عارض عن الجاهل و امر بالعرف و عارض عن الجاهلین. پس پیغمبر از قسم خودش منصرف شد. این است صاحب خلق عظیم، این است رحمت للعالمین. فبما رحمت من الله لنت لهم. خداوند به پیغمبر فرمود رحمت خدا بود که تو با نرمش، با مهربانی و مردم، با امت لنت لهم، با اونا برخورد کرد، نرم شده برای اینا. ولو کنت فظا، بارها این آیه را من خواندم، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو بس زبان می بودی ای پیغمبر، پشت دشنام می دادی، سنگدل می بودی، برای هیچ کسی رحم نمی کردی، لانفضوا من حولک، هیچ کسی در اطراف توی پیغمبرم نمی ماند. لانفضوا من حولک فاعف عنهم، معافشان کن، و شاورهم فی الامر، مشاوران داشته باش با اونا، با مشوره کارا را انجام بده. عاقل ترین انسان روی کره زمین رسول الله بوده و بعد از رسول الله چنین شخصیت نخواهد آمد اون عقل و درایتی که رسول الله داشته باشد. اما این بود دستور خداوند که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و علما میگویند این جامع ترین آیه خلق یک انسان مسلمانه که عفو بخشش داشته باشد، مرای زیادی دارد، گذشت بکند، بخشش داشته باشد. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. حتی کسی اگر از شما کسی را کشت، فرزند شما را، عزیز شما را، خداوند میفرماید برادر شماست، عفوش بکنید، قصاص حق شماست، اما فضل و احسان شماست. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و جامع ترین آیه خلق قرآنی و خلق رسول الله امین خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. امر به خوبی ها، اعراض از انسان های، یکی به جهالت، به نادانی شاید کاری بکند، شما از اون اعراض بکنید. واقعات زیادی را در ضمن امین آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین نوشتند. و رسول الله فرمود، این روایت به دو طریق آمده، در یک حدیثی است که انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق یا مکارم الاخلاق، هر دو روایت آمدند. من خداوند مبعوث کرده تا که مکارم اخلاق را به مردم بیاموزم و تکمیل بکنم.
در ضمن تفسیر عزیزی اینجا از انبیاء زیادی یاد کرده، میگوید که صفات همه اون انبیاء در وجود رسول الله بود. از ابراهیم خلیل گرفته، از صالح و هود گرفته تا موسی و حضرت عیسی و یوسف و غیره گرفته، اون صفات زیبای انبیاء در وجود رسول الله بودند. چیز عجیبی هست. منافقین ظاهرشان مسلمان، در باطن ایمان درست به پیغمبر نداشتند. قرآن همه جا گواهی میدهد. اما پیغمبر، من یک واقعه را میگویم. در جنگ بنی مصطلق اراده ترور رسول الله را کردند که رسول الله را ترور بکنند، که قرآن این را در سوره توبه میگوید نخوض و نلعب، ما اینطوری بازی میکردیم، مثلا اینطوری شد. و در اون سفر میخواستند که پیغمبر را ترور بکنند. و همچنین در همون سفر تهمت خیلی بزرگی به همسر رسول الله، محبوب ترین همسرش حضرت عایشه گفتند. قصد ترور، تهمت بد به همسر پیغمبر. ما پیغمبر اونا را چیکار کرد؟ کدام یکی را اعدام کرد؟ کدام یکی را محارب با خدا و رسول الله دانست؟ با صحابه می گفتند که اینا را گوشمالی بدهید. گفت نه، اگر من این کار را بکنم مردم میگویند که محمد یاران و امت خود را می کشد. چه برداشته از عمل من می شود؟ اونا برخورد نکرد. ضمن اینکه خداوند دو جا به رسول الله فرموده جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. خدا این جمله را گفته، اما پیغمبر اگر صحبت میکرد با زبان جاهد الکفار والمنافقین، کفار اگر در مقابل پیغمبر بودند با شمشیر به اونا برخورد میکرد و با منافقین با زبان صحبت میکرد. شمشیری برای اونا نکشید، اونا را نکشت. ضمن اینکه دشمنی اونا آشکار بود. دشمنی اونا، عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین وقتی که مرد، پیغمبر حاضر شد که نماز جنازه اش را بخواند. پیرهن خود را به فرزند صالح داشت که اسم اون عبدالله بود، داد که به تن اون بپوشند. ما خداوند در سوره توبه میفرمایند که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. نه بر اون نماز بخوان، نه به سر قبرش برو. وقتی خدا نهی کرد، پیغمبر منصرف شد. این سبب خلق القرآن، خلق رسول الله قرآن بود. پیغمبر به اونا برخورد بد نکرد، نصیحت میکرد، اما برخورد فیزیکی به اونا نداشت. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، واقعا پیغمبر و صحابه پیغمبر چطوری بودن؟ از شهرهای مختلف جمع شدن، به مدینه آمدن، شورش را شروع کردند. به اصطلاح امروز ما اختشاش را شروع کردند. خانه حضرت عثمان محاصره کردند. حضرت عثمان گفت شما چی میگویید؟ سر خود را از بالای دیوار آورد. و آمدیم که شما را بکشیم. حضرت عثمان گفتند آمدیم که شما را به قتل برسانیم. و من
قتل چندین صورت دارد. کسی از دین برگردد، دین اسلام را انکار بکند و اون بحثش جدا است که قرآن یا پیغمبر اجازه داده، یا کسی زنای بکند مجازاتش میکنند، کسی یک کسی را بکشد اون میکشند. این حدود الهی است. آیا من از دین رسول الله برگشتم؟ گفت نه. من در زمان جاهلیت و اسلام زنا نکردم که شما مرا به قتل برسانید. من کسی را تعالی کشتم از شما؟ خدا میگه من کشتم و هیچ کسی. پس شما چی میخواهید؟ حتی حضرت علی در روایات است که رب یا حضرت عثمان گفت بگذارید ما اینا را گوشمالی میدهیم. نه چرا آمدن سر و صدا میکنن؟ حضرت علی گفت نه، این شعر رسول الله است. حضرت عثمان گفت ای علی، این شعر رسول الله است. در نهج البلاغه من واقع آمده که حضرت علی به حضرت عثمان میگه هیچ چیز من از تو بالاتر و اضافه ندارم. این خطبه را بارها من گفتم، گفت این شعر رسول الله است. من نمیخواهم که در اینجا خونی یک انسانی بریزد، دماغ یک کسی خونی بشود. شعر رسول الله است. این مدینه طیبه، مدینه منوره، اونا که آمدن غلاشان آمدن و اختشاش کردن، اگر منصرف شدن منصرف، نشدن هرچی که تن من و تقدیر الهی، که آخر هم شهیدش کردن حضرت عثمان. از زمانی که حضرت عثمان شهید کردن دیگه اون شهادت حضرت عثمان دوباره دیگه نگذشت که این انسان ها روز خوبی داشته باشند. و حضرت عثمان اجازه نداد. در زمان حضرت علی 3 واقعه رخ داده که نه حضرت علی برای این واقعه راضی بود و نه دیگران. جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان. جنگ آمد تحمیل شد، خب انسان از خود دفاع میکنه. اما از میدان که اونا رفتن یا افراد حتما دستگیر شدن، آیا حضرت علی کرم الله وجهه الشریف در این 3 میدان اموال اونا را غنیمت کرد، خون اونا را مبادانست، یا اونا را حتی زندان کرد؟ نه خیر. و اونا که فرار کردن تعقیبشان نکنید. و علما امین را می نویسند که بله، اگر نزاع دست جمعی شد و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، که در سوره حجرات است، و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم، برادران خود را صلح بدهید. ولی اگر که حاضر نشد برای صلح، دیگران بروید بلا فاصله. اگر حاضر نشد برای صلح، پس اون کسی که تعدی دارد، ظلم دارد، ستم دارد، شما همه با اون یا صحبت بکنید یا تنبیهش بکنید. دستور قرآن است. 2 مؤمن اگر روبرو بشوند، قرآن میگه اینا از ایمان خارج نمیشوند، از ایمان بیرون نیستند. و بهترین خلق رسول الله امین بود که به حضرت علی تعلیم دادن. در تفسیر حزیزی روایت بیهقی هست که به حضرت علی گفت ای علی، بهترین خلقین است، یعنی خلق اولین و آخرین، که ولی هر کسی که شما را محروم کرد، شما به اون بخشش بکنید. کسی که بر تو ظلم کرد، شما عفوش بکنید. کسی که رابطه اش را با تو قطع کرد، شما قطع رابطه نکنید.
وصل من قطعک. این تعلیم را به حضرت علی دادند. روایت بیهقی هست و تفسیر اکثر مفسرین در اینجا تفسیر معارف همین روایت را اینجا نوشته کرده. و ما رفتار رسول الله را با منافقین نگاه بکنیم، ما واقعه محاصره حضرت عثمان را نگاه بکنیم، سه جنگی که در میان حضرت علی و اون کسانی که مخالفش بودند هر کدام از خود دلیلی داشتند، اونا را نگاه بکنیم، ما میبینیم که حضرت علی هیچ جاگه اقدام به اعدام مخالفین خود نداشته، اعدام نکرد. شما تواریخ اسلامی را نگاه بکنید، وقایع صدر اسلام را نگاه بکنید، و حتی گروه خوارج برامین مثلا ناراض شدن که ما اونا جنگیدیم، شما امروز چرا اموال اونا را تقسیم نمی کنید، چرا ما اونا را به عنوان برده و کنیز نمیگیریم؟ گفت نه، اینطوری نیست. حتی حضرت عایشه صدیقه را به همراه فرزندان خودش و عبدالله ابن زبیر گفت این مادر ما را به احترام برسانید. جنگ ناخواسته ای بود در میان ما افتاد. این تاریخ طبری نوشته در تفسیر روح المعانی، واقع مفصل ذکر هست که اونجا باید نگاه کرد. و این سه واقعه. و انک لعلی خلق عظیم، این خلق رسول الله بود که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. مسائلی که من میخوام بگویم این است که اول اون تفسیری که آیه‌ای که امروز همه جا یدک کشیده می شود، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله تا آخر آیه 33 سوره مائده. این آیه حاوی دو موضوع هست، یکی محاربه هست، یکی افساد فی الارض. محاربه را علما نوشتن که ارتداد از دینه. یک گروهی که مسلمان شده بودن، مسلمان بودن، دین را انکار کردن، پیغمبر را انکار کردن، قرآن را انکار کردن و دوباره اونا را شما دستگیر کردید قبل از اینکه خودشان تسلیم بشوند. اونا را گفتن محارب، یعنی مرتدین را. اینجام دستور شریعت مطابق فقه اسلامی فرق دارد. اگر مرد بود شبهاتش را، این رجل بود به اصطلاح، مرد بود، شبهاتش را جواب بدهید و نگاهش دارید. اگر توبه نکرد که ویلش کنید، اگر توبه نکرد کشتن اون جایزه، چون منکر همه چیز دین شده. ما متشرع هستیم، ما اهل شریعتیم، ما دستور بیدینی را نمیدهیم که بعضی میگوین چرا امروز این علما اینطوری صحبت میکنن. ما همون طوری که از جان و مال مردم دفاع میکنیم، از نوامیس مردم هم دفاع میکنیم. تکبیر! از دینم دفاع میکنیم. بیدینی را دوست نداریم، دین ستیزی را دوست نداریم که دین ستیزی بشود، بیدینی بشود. و بارها من گفتم ملت ایران اگر مسلمان نبودند حجاب را به طور اتم نگاه داشتند، صاحب حجاب بودند. خانم‌های هموطنان زرتشتی ما بهترین حجاب را داشتند. مندائی‌ها که اونا سابعین میگویند بهترین حجاب را داشتند، اگرچه که گرایشی به دین اسلام نداشتند.
اسلام که آمده و قرآن تاکید برای حجاب کرده، اون مسئله دیگه چیزی هست. اون مسئله چیز دیگری هست. اما گفتم محارب دانستنی، هر کسی که بر ما اعتراض کرد محارب بدانیم. چرا حضرت عثمان اونا را محارب ندانست؟ چرا حضرت علی اونا را اعدام نکرد؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم منافقین را نکشت، اعدامشان نکرد که اینا منکر دین من هستند، ظاهرا میگن لا اله الا الله، در باطنشان دینی نیست. قرآن هم این چیز را به پیغمبر گفته بود، خبر داده بود. اذا جاءك المنافقون قالوا انك لرسول الله والله عالم انك لرسوله والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. اگر یار درست خوانده باشم. پس این آیه 33 سوره مائده بحث طولانی دارد. میگن در اینجا در همین آیه 4 عمل از طرف اون انسانهایی که یا محاربند یا مفسد فی الارض، 4 عمل از طرف اونا هست. اما برای اون 4 عمل 4 جزای جداگانه هست. 4 جزای جداگانه، اعمالشان مختلفه. من دیروز در کتاب نور الانوار طلبه ها را درس دادم ضمن امین آیه که این او برای احد الامرین است یا او به معنی بل هست. امام ابو حنیفه میفرمایند که اون او به معنی بل هست برای اضراب. امام مالک میفرمایند نه، او اون معنی اصلی خود را دارد برای احد الامرین، یا این یا این یا این یا این. 4 صورت هست. پس تفسیر این آیه خیلی طولانی هست. هر کسی نمیتواند که مخالف خود را فوراً محارب بگوید، دزد دزدی میکند محارب بگوید، شرابخوار را محارب بگوید، زناکار را محارب بگوید. کسی که تهمتی به یکی زده اون را محارب بگوید. حدود جدا هست. 6 تا حدود داریم ما در شریعت که قرآن اونا را گفته. 6 تا حدود در ضمن امون آیه انما جزاء الذین یحاربون الله مفسرین نوشتن. پس موضوع آیت 2 چیزه، یکی محاربه ارتداد که در آیه 54 سوره مائده از اون صحبت شده، و دوم افساد فی الارض که مفسد فی الارض به چه کسی گفته می شود. پس این مسئله جدا جدا هستند. این وقت علایده میخواد که من اون تفسیر آیه را تفسیر بکنم. 1 ساعت وقت میبرد همین آیه 33 سوره مائده که به درستی تفسیرش بکنیم. من 4 مرتبه دوره تفسیر را در زمان طلبگی خواندم، ضمن اینکه در تفسیر جلالین و تفسیر بیضاوی را بازم درسند با اساتید خواندم و نزدیک به 40 مرتبه جاهای مختلف قرآن مجید را من از ابتدا تا انتها تفسیر کردم و تفاسیر مختلف را مطالعه کردم و چیزایی که میگویند همه مستندند. تفسیر فرقه های مختلف هم مطالعه کردم، دیدم، نگاه کردم. حالا این موضوع گفتم آیه 33 محارب به چه کسی گفته می شود، اون بحث علایده‌ای دارد. شان نزول اون آیه را نگاه بکنیم. اونجا که این آیه نازل شد کسانی که آمدن جای پیغمبر از قبیل اکل بودند با عین هست، یا ارنیین اونا که ایمان آوردن مریض شدن در مدینه، پیغمبر اونا را فرستاد بروید جای شتران بیت المال. اونجا که رفتن خوب شدن، چنانچه که جای دیگر من در سخنرانی ها گفتم اونا داخل اون چوپانان پیغمبر یکی بود یا بیشتر بودن. در تفسیر نمونه نوشته که بیشتر بودن. داخل چشم اونا
میخوبیدن، چشمای اونا را ترکوندن، دست و پای اونا را قطع کردن، اونا مردن، از دینم برگشتن، بیت المال مسلمین را برداشتند و بردن، غارتگری کردند. پس الله ذوالجلال این آیه را نازل کرد که پیغمبر اونا را مجازات کرد. یکی بیدینی، دوم اون ظلمی که در حق ساربانان و چوپانان رسول الله کردند، و سوم غارتگری بیت المال. اونایی که بیت المال را غارتگری میکنند اونا محارب با خدا هستند. بیت المال مسلمین بردند اونا، و پیغمبر خیلی ناراحت شد، ضمن اینکه رؤوف الرحیم بود، رحمت للعالمین بود. و مسئله دیگری که در اینجا امروز مسائل را میگویم، یک هفته گذشته مولوی عبدالواحد ریگی رحمت الله تعالی علیه ترور شدن. روز پنجشنبه برده بودم، بعد از نماز جمعه اون جنازه اش را در جاده فرعی دیدن، 3 تا تیر به اون شلیک شده بود، اون به شهادت رسانده بودن، به شهادت رسانده بودن. و صدا و سیما اعلان کرد که ما 4 نفر را به عنوان قاتلین اون گرفته ایم. اگر قاتلین اصلی باشند، دستور شریعت و قرآن مشخصه. اما اگر مانند ترور مولوی مصطفی چنگیزی که امام جمعه راست بود، اونم ترور شد، دوباره اونجا یک برنامه درست شد که مولوی فتح محمد نقشبندی و مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی و نزدیک به 10 نفر را به عنوان قاتلان مولوی چنگیزی گرفتن، چندین سال زندان شدند. که ما همون زمان دفاع کردیم که یک عالم، یک مولوی دستور همشاری خود را، مولوی امام جمعه، اونم امام جمعه، اونم امام جمعه، در یک شهر، هیچ مولوی چنین دستوری را نخواهد داد که یک عالم را بران مردم به قتل برسانند. برای اون ملای المسجد چه نفی دارد که ملای دیگر را شما بروید بکشید؟ من گفتم به شان علماء نمیخورد که چنین چیزی باشد. نزدیک به 4-5 سال در شکنجه و آزار و زندان بودند. خانوادهش میگفتند، خانواده مولوی مصطفی چنگیزی، که اینا قاتلان مولوی نیستند، ما اینا رو به عنوان قاتل، یعنی مولوی فتح محمد و مولوی عبدالغفار حافظ عبدالغفار نقشبندی را نمیشناسیم. محکوم به اعدام شدند، همونطوری محارب شناخته شدند. اما خانواده گفت نه، ما اینا را قاتل نمیدانیم، که همه تبرئه شدند، چندین سال زندان هم کشیدند. من همون زمان از این بزرگواران دفاع کردم. زمانی که آزاد شدند اینجا خانه من آمدن، گفت ما آمدیم فقط برای تشکر که شما در زمان زندان بودن ما، بازداشت ما، چندین بار از ما دفاع کرده اید و چیزهایی که اونا تعریف میکردن بدن انسان میلرزد. با اونطوری شکنجه ها و با اونطوری شلاق برقی و شوک برقی هر انسانی باشد اعتراف میکند. من نگفتم نه ما قاتل نیستیم. دوباره درباره قاتلین مولانا عبدالواحد ریگی رحم الله، این
برنامه دوباره تکرار نشود. اینجا تکرار شد، ما دیدیم، دوباره این تکرار نشود. تکبیر! در ضمن پیام تسلیت من این آیه را نوشتم: و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. خداوند این خون بناحق ریخته را، این خون این استاد حدیث را، خون این امام جمعه مسجد حضرت حسین را خداوند هدر نمی دهد. هر که او آنچه او پنهان بود پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. و من از معتمدین و سران قوم و بالاخص از فرزندان مولانا عبدالواحد ریگی که یکی از شاگردان ارشد خود من هست، همینجا با من درس تفسیر خونده، در ضمن جنازهش هم سخنرانی کرد، خودش هم مفسر هست، خودش هم استاد دانشگاه و استاد حوزه هست، مدرس مسجد مکیه. اونا گفتن اون کسانی که گرفته شدن ما ببینیم اونا قاتلان حضرت مولانا عبدالواحد ریگی نیستن. برای اینجا باید جان انسان، حیثیت انسان بناحق کسی گرفته نشود و مانند مولانا عبدالغفار نقشبندی و مولانا فتح محمد نقشبندی پدر و فرزند چندین سال به یک توهم اینا زندان رفتن، شکنجه دیدن و اعترافات چنینی و چنانی از اونا گرفته شد. دوباره این موضوع تکرار نشود. و مسئله دیگری که در اینجا من میخوام بگویم، این احضار همون مولانا عبدالغفار نقشبندی، حافظ عبدالغفار نقشبندی، ضمن اینکه مولوی هست، حافظ قرآن هست، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد. من انسان مسن حساب من جدا از مولوی عبدالغفاره، همه جوانان طرفدار اون هستند. تکبیر! و اون را خط قرمز خود میدانند. تکبیر! ما درخواست ما این است که یک مسئله ناموسی در چابهار رخ داد، انجامش به کجا رفت؟ این مولوی را به دادگاه احضارش نکنید، احضارش لغو باید بشود. تکبیر! اون اگر دفاعیاتی داشته دفاعی کرده، از نوامیس مردم بلوچ بوده، از نوامیس مسلمین بوده. این ضرب المثل بلوچی باز، مال فدای سر و سر فدای ناموس. تکبیر! همون زمان من زمانی گفتم که حافظ عبدالغفار رفته این مسئله تعقیب بکند، من گفتم باید ایهتی میرفت این مسئله تعقیب میکرد، نه یک مولوی جوان. بعد از مکی، از خاش، از گشت، از ایرانشار، از شابهار، از مدارس مختلف اساتید برجسته میرفتن اون مسئله تعقیب میکردن. و اونم مولوی عبدالغفار هم که رفته و قسم خورد که واقعا رخ داده، به جای اینکه از یک انسان جنایتکاری
حمایت بشود، این همه مردم به جان هم دیگر افتادند. هر کسی که در این کشور کشته بشود، چه سرباز دولت و مامور دولت باشد، چه مردم عادی نمازگزار مانند شما در کوچه و خیابان، هر کدام که کشته بشود فرزندان امین آب و خاک هستند، ضرری هستند برای ما. تکبیر! ما اینطوری نیستیم که سرباز یا مامور کشته شد ما کپ بزنیم، نقل و نبات بفاشیم. چنین نیستیم. یا یک انسانی کشته شد ما از قتل اون ناراض نشویم. یا تعجب یکی استدلالی کرده بود که نزدیک به 60 خورده در همین اعتراضات کودک کشته شدند. یکی گفته بود بله قرآن در سوره کهف به ما اجازه داده که ما این کودکان را بکشیم. عجیبه، پس برای اسرائیل هم اجازه داده. اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، این واقع موسی و خضر اونجا استدلال کرده. ای بیچاره اون پیغمبر خدا بود، خدا به اون دستور داد که این کار بکن. تو مگه پیغمبر خدایی یا بر تو وحی می شود؟ این چه استدلال باطلی، استدلال غلطی. در شهر عبدالان دختر 16 ساله را محارب زدن که دیشب آزاد شد. دختر 16 ساله ای را درست مراحل بلوغ را علما 3 مرحله گفتند، اما حد بلوغ دختر را 17 سال گفتند، پسر را 18 سال. این که نفس زکیه هست شما اون را میکشید، چه خضر شما یا موسی اعتراض کرد اونجا، صاحب شریعت بود. اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس. شما بیاید ماشین یکی را سوراخ بکنید، من خضرم. یک کسی ماشین مدل بالای دارد سوراخش بکنید، میگه چرا؟ میگه مگه حضرت خضر کشتی اون مساکین سوراخ نکرد؟ مگه بر شما وحی میشود؟ استدلال از آیات به طور غلط، به طور فاسد، باطل. پس ما خواستار لغو اون احضار مولانا عبدالغفار نقشبندی هستیم که اون لغو بشود و جرقه دیگری را مسئولین امر ما شروع نکنند. تکبیر! و به یک دختری تجاوز به عنف شد، عاقبتش کجا شد؟ یک دختر دیگر در کردستان بود، شارع سقز، 4 تا موش لخت بود. اون امروز شده نماد ملی مردم، نماد ملی قرار گرفته. و همچنین امام مستایانی که در کردستان که تک تک اونا رو من نمیتوانم نام ببرم، اونایی که بازداشت شدند، اونایی که احضار شدند، دست یک خانم اونجا، اون امام جمعه شهر جوانرود، دست خانمش شکسته شده. اینا محکومن. تکبیر! من بارها گفتم که اگر یک خانم از این جاده رد بشود، مولانا من را گفت همین حیوانهایی که در رونده هستند اون تعرض نمی کنند. ما که انسانیم، ما که خود را مسلمان می دانیم، ما که خود را مؤمن می دانیم، به ذات الهی قسم ما ناامنی کشور را نمی خواهیم. اون عبادت خدا در ضمن امنیت، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف فلیعبدوا رب هذا البیت.
رب بیت الله در صورت امنیت و در صورتی که شکم انسان ها سیر باشند معنا دارد. ما دزدی را دوست داریم، غارتگری را دوست داریم، چفاول را دوست داریم، خدای ناخواسته بیبندوباری را دوست داریم. من چندین سال، نزدیک 20 سال قبل از این در مسجد مکی سخنرانی داشتم. من گفتم بدبختی ما در 3 چیزه: اختلاف، اعتیاد، ابتذال، بیبندوباری. اون به عنوان یک نامه بین‌المللی برای از طرف من منتشر شد. اختلاف برای هیچ کسی ثمری نداشته، میوه‌ای نداشته. در زمان حضرت علی کرم الله وجهه اختلاف شروع شد. شما بیاید نقشه جهان اسلام رو نگاه بکنید در اون تاریخ که یک وجب هم حضرت علی پیشرفت نکردند. همون جاهایی که گرفته شده بودند همونا هم شهرها و جای دیگه ویران شدند. ما عدالت را برگزار بکنیم. در ابتدای انقلاب، همون زمانی که ابتداءً باور کشور ما امام جمعه شده بود، بحث با اروپا و با امریکا و با اونا بود که اونا گفتن در اسلام عدالت نیست. یک عمل حضرت عمر را که هنوزم کلیپ‌هایش شما می‌بینید، یک عمل حضرت عمر گفت این عدالت اسلامی است که یک غیر دین در مصر به فاتح اون کشور که اون کشور را فتح می‌کند و اسلام را در اونجا می‌برد، امر عاص، فرزند اون با یک غیر مسلمان مسابقه می‌دهد. در وقت مسابقه اون غیر مسلمان برنده می شود. بعض وقت بعد از برد و باخت در میدان فوتبال و غیره درگیری شروع می شود، ناراحت می شوند که ما می گوییم دیگه این درگیری چی معنی دارد؟ دیگه میدان برد و باخت دیگه این به حق و باطل کاری ندارد. و یک شلاقی به اون میزند، میگه چرا من زدی؟ چرا برنده شدی؟ برنده شدم کمال من بوده، تو که نشده من میزنی. اونا گفتم ببینیم که عمر را میگویند عادل هست، ببینیم عدالت دارد یا نه. این الگو، اینا الگوی ما هستند. از اونجا میاد شکایت میکند حضرت عمر امر عاص را با فرزندش میخواد. میگه این کار شده؟ میگه بله. به اون کسی که غیر مسلمانه شلاق می در شهر مدینه منوره، میگه فرزند عاص همونطور که شما را داده بزن اون را. یک شلاق را گذشت نمی کند حضرت عمر. ما چند شلاق میزنیم هر ماموری که یکی را میگیریم، اون شلاق بزن. وقتی که زد گفت پدرش هم شلاقی بزن. گفت اینا چرا؟ اون که بیگناه. گفت نه، این از قدرت اون سوء استفاده کرده و الا اون شلاقی نمیزد. جمله‌ای که باید با آب طلا اون را بنویسیم. و از کی مردم را برده خود قرار داده اید؟ اونا غیر مسلمان بودن. از کی مردم را برده خود قرار داده اید در حالی که از مادرانشان آزاد به دنیا آمدند؟ ولی عزیزان من، از شما عزیزانم که یک سال میگذرد از اون که من پارسال سخنرانی داشتم سال گذشته و دفاع از ساحت مقدس حضرت عمر را من داشتم که شما حضرت عمر را بد و بیرا نگویید. علی و عمر پدر خانم و داماد بودند. علی مشاور خصوصی حضرت عمر بود، حسن و حسین جز سربازان عمر بودند. اینا را شما دشمن حساب نکنید. یک چالش علمی را من اونجا عنوان کردم، به جای اینکه بیان از روی علم و منطق عزیزان ما جواب بدهند، ما را گفتن شما حق خطبه و نماز جمعه ندارید.
حالا من 2 رکعت اینجا بخوانم اونجا بخوانم، برای من فرقی ندارد. اما عدل و انصاف کجاست؟ یک چالش علمی سبب ممنوعیت نماز جمعه و خطبه جمعه بشود، ما هنوزم پایبندیم. اگرچه که از نظر فقهی ما تحقیقش داریم که هیچ وقت حاکم نمیتواند که در نماز جمعه و نماز عید و نمازهای پنجگانه و در عزل و نصب ائمه جمعه و جماعات دخالت داشته باشد. تکبیر! تحقیقش هم داریم. من احق بالامامه، چه کسی باید امامت بکند؟ کسانی که مردم میخوان پشت سرش نماز بخوانند باید همون امامت بکند. اگر مردم ناراض بودند، من نمیخواستند، من اگر برم در داخل محراب و نماز منم درست نیست، کرایت دارد. دو طرف گناهکار میشویم. وقتی مردم یک امامی را نمیخوان، یک کسی را نمیخوان، اینجا دخالت اصلا باطله، معنا ندارد. پیغمبر تکلیف روشن کرده. همون زمان با یکی صحبت کردم، من گفتم که صلات خواب فلسفهش چیست؟ 2 رکعت نماز بخوانم، نبران اون طرف، دوباره بقیه اونجا بیان نماز بخوانم. وقتی که عمله کفار بود، ولو کنت فی فاقمت لهم، پیغمبر اونجا بود، هیچ کسی حاضر نبود پشت سر دیگه کسی نماز بخواند. عالمی که عالمتر هست، مسنتر هست، متقیتر هست، پرهیزگارتر است، باید امام جمعه ما اون بشود که مردم اون را بخواهند. تکبیر! اینکه هنوز از یاد شما نرفته و بعدم درخواست میکنید از من که بیایید آزاد شهر نماز بدهید، ما حاضر نیستیم که ما بریم اونجا و درگیری بشود که چرا این آزاد شهر آمده. آزاد شهر گفتم یک زمانی در سخنرانی، سند اونجا و اینجا به نام من هست. بیان عزیزان بگویند که از ابتدا خشت این 2 مرکز که گذشته. یعنی امروز انصافه. ما 40 خورده سال زحمت کشیدیم، الان شما بگوید نه حق نداری که اینجا نزدیک بروی. از روی عدالتم که باشد. اصلا من ملایم نیستم، من اینجا زحمت کشیدم، همینجا کار کردم، بیقامی بردم، مسائل دیگری داشتم، خستگی داشتم. ما نماز بدهیم، شاگرد و مردم، رضایت مردم باید حکومت داشته باشد. مردم چی میگویند؟ صدای مردم را نشنیدین، دیکتاتوری. جزاکم الله خیر. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.